مثلا 25% دیگه خوبه دیگه. اوکی فردا بهتره. الان پدرزن وا دوباره اومدی؟ بله خارکسه دوباره اومدم. تو رو خدا امروز شروع نکن بابا، من خیلی خستم، وقت این کارا رو ندارم. بس برو بمیری تخم خر. گفتم بس کن بابا. تو کی فکر کردی هستی پوفیوس؟ وای چیه آقا بیزنسمن استاکت رفت پایین؟ چرا اینقدر عصبانی هستی امروز؟ بابا من آروم هستم. اوکی تو فقط منو ول کن. ول کن. من خیلی استرس دارم. ولم کن با این عینک جانی ورساچی که حتما دزدیدی، یک کت شلوار کهنه رو خریدی فکر می‌کنی حالا بیزنسمن شدی واسه من؟ ببین با این هاندا آکورده تو همیشه میخوای یه چیزی شروع کنی با من خیلی استرس دارم تو in my life. خیلی استرس داری ها. اصلا من بهت نشون میدم استرس یعنی چی. خجالت بکش والله، خجالت بکش. خودت خجالت بکش. بس اصلا برو ببین. چی؟ گفتم برو بمیر پدر سگ مادر جنده دزد. من گفتم بس کن کسکش بی تربیت، خستم. هر روز وایسادی همینجا با این کونه کس بازی. برو کار کن، یه پول در بیار. باز دوباره شروع کردی؟ من شروع کردم پدر سگ؟ تو خودت اومدی با این لباسا تو گداخوده هم پیدا نمیشه. چی گفتی پوفیوس؟ من از 10 صبح اینجام، تو اصلا همیشه وایسادی اینجا با این کوپانات که حتما هیچی هم باهاش نمیخری. اولا من با این کوپانا خیلی چیزایی میخرم. دوما منو نشناختی پوفیوس، من ایران آدم کشتم. آره من خیلی ازت میترسم. من تو جنگ ایران عراق بودم، من میگفتن جنگلی. تو سربازی غذا میپختی. آشپز؟ کی به آشپز میگه جنگلی؟ این حرفای مزخرف سرمو برد. اصلا هنوز شروع نکردم بیشاو. الان یک فوش خواهی مادرتو بیدم که بفهمی. من بفهمم؟ خرگو من کس ننتو پاره میکنم با این کیر گشادم. اصلا من کس ننه جنده تو تیکه تیکه میکنم پدرسک. من دیوونم بابا. نه دیوونه نیستی، فقط خری. خر زشت دزد؟ من دزدم؟ این روزنامه تو از کجا گرفتی؟ کارت نباشه جونت بالا بیاد. اصلا برو این دهن کثیفی تو بشور با صابون بی معرفت. اصلا you cross the line دیگه. فکر می‌کنی انگلیسی حرف میزنی میتونی به من بگی چه کار کنم؟ ببین عوضی من باید برم خونه دیگه. تو رو خدا برو گم شو. ایشالا از گشنگی بمیری. چی گفتی؟ وقتی که خودت شوز کرد تو در آمدی. ببین بی همه چیز اگه یک کلم دیگه بگی به من میکشمت، میزنمت، میکشمت. نه ترس، الان با این زشتی داری منو میکشی. بسته با این کس و شره. تو گاییدی منو ننه جنده. من ننه تو میگایم، من خار مادرتو کسشو پاره میکنم. بدستک آره میکنم. آره کسش ننه جنده. زمین کن کشم. آقای خورموش چاکرت هم سرم رفت تو این آفیس داغون شدم. تو رو خدا آقای پارسا منو ببخش. I'm sorry. من حالا جریان رو فهمیدم. بابا آبرومو بردی جلو مردم چته؟ چی میخوای در بارش بکنی؟ الان میزنمت مادر فاکر. خب بزن دیگه. مادر فاکر بیچ. خودت مادر فاکر asshole son of a bitch. الو مادر. بله نه معذرت میخوام الان میایم خیلی دیره. آره نمیدونم خیلی کار داشتیم. اوکی بای. مامان بود؟ آره چی گفت؟ داره شام میکشه. خب بریم دیگه.
mi fez chorar.